علیکم، عرض ادب و طول احترام. حالتون چطوره؟ من اومدم با یک موضوع خیلی 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 جذاب. امروز میخوام از جوانترین شاخه رقص معاصر براتون بگم. همطور که میدونین برای اینکه یه رقصنده خوب باشین علاوه بر تکنیک دونستن تاریخ هم خیلی مهمه. پس جایی نرید، الان برمیگردم. امروز میخوام راجع به کیپاپ براتون توضیح بدم. کیپاپ یکی از جوانترین و پویاترین سبک‌های رقص معاصر هست که قطعاً به گوشتون خورده و حتی ویدیوهاشو نمیدونم شوهاشو اینا رو دیدین. این سبک رقص معاصر در دهه 90 میلادی استارت خورد، ولی شهرتش از سال 2000 میلادی به بعد بود. یعنی بین سال 2000 تا 2010 دیگه اوج شکوفاییش بود و دیگه ترکوند و همه دنیا رو در بر گرفت. رقص کیپاپ بیشتر از همه به عنوان بخشی از پدیده فرهنگی کره جنوبی شناخته میشه و علاوه بر موسیقی کیپاپ، رقص کیپاپ مد و فشن توی زمینه سرگرمی، بازی، انیمیشن، فیلمسازی و کلا توی خیلی از صنعت‌های مختلف هنری نقش خیلی خیلی پررنگی داشته توی تقریبا 20 سال گذشته. با رشد صنعت کیپاپ رقصش هم خیلی دیده شد و خیلی همه‌گیر شد، خیلی محبوب شد و فنای زیادی پیدا کرد واسه خودش. کیپاپ خیلی نقش مهمی توی ترویج فرهنگ کره جنوبی داشته، نه تنها توی حالا آسیا بلکه توی کل دنیا. جوری که الان میبینید جز عناصر اصلی برنامه‌های تلویزیونی و اجراهای زنده، کنسرت ها و غیره شو، یعنی هر چیزی که توی بحث هنرهای نمایشی باشه کیپاپ یه رد پایی قطعا اونجا به جا گذاشته. رقص کیپاپ ترکیبی از رقص مدرن، رقص هیپ هاپ و رقص سنتی کره جنوبیه که با حرکات خیلی دقیق معمولا به صورت گروهی انجام میشه و هماهنگی خیلی حرف اول رو میزنه توی این رقص و چیزی که جذاب میکنه این رقص رو صحنه سازی و استفاده از مد لباس منظورمه و فشن هستش که خیلی توی اجراهای کیپاپ میشه دید اینو به وضوح. کیپاپ چجوری استارت خورد؟ چجوری انقدر معروف شد و همه‌گیر شد و شناخته شد؟ کیپاپ توسط گروه‌های موسیقی و شرکت‌های حالا سازنده‌ای که توی صنعت سرگرمی بودن مثل شرکت‌های معروف YG Entertainment، SM Entertainment و JYP Entertainment. این ستا جزو معروف‌ترین کمپانی‌ها بودن که توی ترویج این سبک خیلی نقش پررنگی داشتن. چرا که با یک استراتژی بازاریابی و یعنی ترکیب هنر و موسیقی و نمایش اومدن یک چیز جدیدی رو ارائه دادن و خیلی طرفدار پیدا کرد، مخصوصا توی نسل جدید واسه قشر جوون و نوجوان. یعنی الان خیلی میبینیم تو همین ایران خودمون که چقدر فن این داستانن و چه از نظر ظاهری، پوشاک، مدل مو، آرایش، میکاپ، اینا همه دارن الگو برداری میکنن از حالا ستاره های کیپاپ. حالا جلوتر بریم یکی از ستاره های خیلی معروف کیپاپ رو که قطعاً به گوشتون خورده یا حتی میشناسیدش رو براتون توضیح میدم، بهتون معرفی میکنم. ولی واقعاً کیپاپ خیلی تاثیر داشته توی تغییر فرهنگ ها و حتی تغییر سبک نمیدونم موسیقی، فشن، اصلا علایق نوجوانامون خیلی تاثیر داشته و واقعا آفرین بهشون. یعنی به نظرم خیلی صنعت موفقی بوده تا الان. این سبک رقص رو اگر بخواین یاد بگیریم بچه‌ها به صورت آنلاین، آفلاین، به صورت کلاس‌های حضوری، یعنی الان انقدر فن و طرفدار داره و انقدر زیاد شده که مطمئنا شما با یه سرچ ساده توی یوتیوب، توی اینستاگرام،
توی فیسبوک میتونین مربیاش یا حتی کسایی که پرفورمنس این داستان رو انجام میدن رو میتونین به راحتی پیدا کنین، ازشون الگو برداری بکنین که الان هم خیلی کلاساشون برگزار میشه، ورکشاپاشون توی شهرهای مختلف مثل تهران، مشهد، اصفهان من دیدم و اگر فرصت بکنم حتما توی اینستا معرفیشون میکنم بهتون. من خودم تا الان کیپاپ رقصشو انجام ندادم در واقع، یعنی هر چیزی که اطلاعات کسب کردم و دیدم از روی ویدیوهایی بوده که نگاه کردم، چه حالا واسه سوپر استارهای خود کره جنوبی، چه مثلا سوپر استارهای ایرانی که دخترها و پسرایی که واقعا با استعدادن توی این زمینه و لذت میبرم. یعنی موقعی که داشتم سرچ میکردم راجع به این داستان که سری چیزا ویدیوهایی پیدا کنم به شما نشون بدم، واقعا کیف کردم. توی سبک کیپاپ، یعنی سبک موسیقی کیپاپ، از آلات موسیقی که استفاده میکنن ترکیبی از آلات موسیقی سنتی و مدرن هستش، مثل گیتار سنتی خود کره جنوبی، سازهای بادی کره جنوبی، جانگو که یک ساز ضربی مال خود کره هستش، یعنی اینا سازهای سنتی خود کره جنوبیه، و حالا آلات موسیقی امروزی مثل گیتار الکتریک، مثل درام و کیبورد و اینا ترکیب کردن و یک چیز جدید. همیشه میگم خلق یک چیز جدید، شما با ترکیب هنرهایی که یاد گرفتین میتونین یک اثر هنری جدید خلق کنین، نه تنها توی رقص، توی نقاشی، توی خطاطی، توی هر هنری، توی موسیقی، و واقعا ته نداره. یعنی شما میتونین خالق یه اثر باشین به راحتی، فقط کافیه که از دونسته هاتون با یه کوچولو ایده و یکم خلاقیت یک اثر هنری جدید خلق. این موضوع شاید برای شما هم سوال باشه که کیپاپ آیا دوره تخصصی یا مثلا جایی داره که بتونی مدرکشو بگیری واسه رقص کیپاپ؟ باید بهتون بگم که نه تنها رقص کیپاپ، هر رقص دیگه‌ای به شما مدرک نمیدن هیچ جای دنیا، و بیشتر رقصنده ها یا مربیایی که دارن کلاساشو برگزار میکنن همه جا، نه فقط ایران ها، همه جا بر اساس تجربه، مدت زمان تمرین و رزومه کاری که دارن سنجیده میشن و مدرک خاصی نداره. اما توی خیلی از دانشگاه‌های دنیا و مخصوصا خود کره جنوبی سبک داره تدریس میشه، هم موسیقیش هم رقصش. توی بحث هنرهای تجسمی نمایشی رقصش داره تدریس میشه، توی دانشکده‌های موسیقی هم خب این سبک موسیقی رو دارن تدریس میکنن. یعنی اگر شما موفق بشین که به یکی از دانشکده‌های کره جنوبی یا یکی از دانشکده‌های نمبر 1 هنر توی اروپا و آمریکا درس بخونین، میتونین به صورت تئوری و آکادمی سبک کیپاپ رو یاد بگیرین. خب رسیدیم به جایی که گفتم میخوام بهتون یکی از سوپر استارهای این سبک رو معرفی کنم، BTS. قطعا شنیدین یا حتی شاید بهتر از من بشناسین BTS رو. BTS یک گروه هنرمند نوجوان پسر که سال 2013 گروهشون استارت خورد و این گروه اومدن با اجرای موسیقی انجام دادن، خوانندگی انجام دادن توی سبکای آرنبی، رپ، پاپ، اومدن توی اجراهاشون از موسیقی کیپاپ و رقصهای گروهی کیپاپ هم استفاده کردن و این باعث شهرتشون شد، باعث جا افتادن این سبک شد و خیلی الگو گرفتن از این گروه. حالا مثلا الان هم خیلی هستش گروه‌های کیپاپی که توی زمینه موسیقی و حالا هنرهای نمایشی دختر و پسر فرقی نمیکنه. خیلی یعنی برید ته نداره، خیلی زیاد شده مخصوصا توی 10 سال گذشته و همشون هم گروه های خیلی موفقی هن. با برندهای خیلی خفنی کار میکنن، ساپورترهای خیلی خفنی دارن توی دنیا و طرفدارم که تا دلتون بخواد. و BTS الان واقعا یه الگوی خیلی شاخصی هستش واسه علیقه و علایق و چجوری بگم استایل نوجوانهای ما از هر نظری. واقعا یه الگو شده. دور و برتون نگاه بکنین، پیج اینستاگرام نوجوانان رو نگاه بکنین و واقعا هم قشنگه. دوست دارم یه سبک جدید و گنگ نوجوانی یه حس حال باحالی داره. خیلی واسه به عنوان یک بیننده خیلی جذابه این سبک. بچه‌ها راجع به کیپاپ و به حالا BTS، گروه‌هایی که دارن مد، فشن، موسیقی و کلا صنعتایی که به کیپاپ مربوط میشه خیلی تا صبح میتونم براتون حرف بزنم. خیلی مطلب هستش
ولی خب خواستم خیلی چکیده و خلاصه مختصر مفید براتون توضیح بدم که بدونید کیپاپ چیه، از کجا اومده و قراره به کجاها بره. واقعا یعنی این جزء موفق ترین صنعت‌های توی 2 دهه گذشته بوده. مطمئنم خیلی قرار رشد بکنه، چون هر دفعه که مثلا یه گروه جدید، یه چیز جدیدی از این سبک میاد بیرون، شگفت زدت میکنه. واقعا جذابه، واقعا یک نوآوری خیلی باحالی دارن. خیلی کره‌ای‌ها چیزن بلاان، خیلی باهوشن، خیلی باهوشن. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین بچه‌ها. ممنون میشم که لایک کنید. اگر تا اینجا ویدیو دیدین حتما برام کامنت بذارین، ترجیحاً کامنت انگلیسی. به من خیلی انرژی میده، باعث میشه که ویدیوم بیشتر دیده بشه، چون واقعا من زحمت میکشم. تمام ویدیوهایی که درست میکنم میرم اونجاش مطلب میخونم، کلی بالا پایین میکنم، ادیت میکنم، با حد اکثر توانم دارم سعی میکنم بهترین محتوا رو در اختیارتون بذارم. پس ممنون میشم که هر طور که میتونید منو حمایت بکنید. فاتا علیخانی توی یوتیوب یادتون نره. این اینستاگرام هم که آیدیمو میذارم. لایک کنید، کامنت، اگر دوست داشتین برای دوستاتون شیر کنید این ویدیو رو. حتما ویدیوهای قبلی من ببینید. من از بیس تاریخچه رقص ویدیو دارم، اگه ندیدین حتما ببینید. و اینکه مرسی که تا اینجا همراه من بودین. خیلی دوستتون دارم. تا این ویدیوی دیگه، خدافظ.